محمددین قماندان در قریه قرقیتو به حضور محترم قاری صاحب ابراهیم و نور آقا جان، آقا محمد مابن عبدالرسول، ظریف شاه، عبدالرحمن سراج، ملا سعد خان، این جانب خواننده خود غلام سخی ولد دولت بیگ از قریه قلشر. فلک آخر به تاراجی غمم کرد، جدا و زمنشین و همدمم کرد، وی نوشته کاغذی غم راه به من داد که سرگردان به دوری عالمم کرد. آ خدایا خار کن چرخی فلک را، بزن نوی که ما را خار داره، آ الهیم نبیند و روزی خاری، به نامردا کرم بسیار داره. آخ مرم یک آتشی غمم بپا شد، که امرز خالقی عرش و سما شد، وی تفکر میکنم با سوی پاکش، نمیدانم که چون و یا چرا شد. آخ بیا که بیر شویم گلوی میشین را، ببینیم دشت و صحرایش تو مین را، وی چه سایر آمدم دری قلاید و ببینم مرد چشم نازنین را. آخ جدا وست و جدا کی می شوم کی، به هر گل آشنا کی می شوم کی، وی هزا ولد و میبان با تو بستم، به آخر بی وفا کی می شوم کی. آخ چی تو سختی کدک دردت به جانم، که می سوزه تمامی استخوانم، وی نی تو دارم نی جانم میکنه، و در سیاه چشمی زده و آتش به جانم. قاری جان ای خدا یاری تو باشه، گلی لاله دو رخساری تو باشه، وی ترا با خالقی جبار سپردم، رسول الله نگهداری تو باشه. آخ دری دره پرسنگم خدایا، غریب و زار و دلتنگم خدایا، وی خبر از من نداره قومکانم، گرفتاری همین انگم خدایا. سلام علیکم.